تا حالا شده حس کنی داری تلاش میکنی ولی انگار به هیچ جا نمیرسی؟ هر روز داری میدوی، انرژی میذاری ولی نتیجه رو نمیبینی. مثل کسی که روی تردمیل دویده، خسته شده ولی از جاش تکون نخورده. یه سوال مهم. اون کارهای کوچیکی که هر روز انجام میدی، واقعا دارن زندگیت رو میسازن؟ یا فقط دارن ازت انرژی میگیرن؟ اگر جواب این سوالا رو میخوای، پس تا آخر ویدیو با من بمون. میخوام یه حقیقت ساده رو بگم که همه آدم‌های بزرگ دنیا ازش استفاده میکنن ولی کمتر کسی واقعا درکش کرده. بذار با یه مثال ساده بگم. فرض کن تصمیم گرفتی یه کتاب 100 صفحه‌ای بنویسی. اگه بخوای یه روز تمومش کنی، زود خسته میشی، مغزت میسوزه و آخرش هم ولش میکنی. اما اگه روزی فقط 2 صفحه بنویسی چی؟ توی 100 روز کتابت کامل میشه. بدون هیچ فشار و بدون هیچ ترسی. اینجاست که جادوی تکرارهای کوچیک وارد میشه. یکی از بزرگان یه جمله داره که من عاشقشم. میگه موفقیت مجموعه‌ای از تلاش‌های کوچیکه که هر روز و هر روز و هر روز تکرار میشن. ما معمولاً دنبال جهش‌های بزرگ هستیم. میخوایم یه شب بیزینسمون منفجر شه یا یه ماهه یه بدن رویایی بسازیم. ولی ذهن ما برای نتیجه‌های فوری ساخته نشده. ذهن برای پاداش‌های کوچیک و متوالی برنامه‌ریزی شده. حالا تصور کن فقط روزی 1% رشد کنی. بعد از 1 سال تو حدوداً 37 برابر بهتر از روز اولی. اما اگر هر روز فقط 1% بدتر بشی، بعد از 1 سال تقریباً هیچی ازت نمیمونه. این یعنی مسیر موفقیت، مسیر دونده های ماراتونه، نه دونده های 100 متر. پس راه حل چیه؟ بزرگ فکر کن اما کوچیک عمل کن. شدید نه، ولی مستمر چرا؟ راز موفقیت شدت بیشتر نیست، در واقع تداوم بیشتره. هدفت رو فراموش نکن، اما تمرکزت رو بذار روی مسیر، روی عادتها و روی فرایندها. به جای اینکه بگی میخوام لاغر بشم، بگو امروز 20 دقیقه پیاده روی میکنم. وقتی تمرکزت روی تلاش امروز باشه نه نتیجه فردا، شکست معنایی نداره، چون همیشه میتونی دوباره امروز رو بسازی. امیدوارم این صحبت‌ها بهت یادآوری کرده باشن که مسیر موفقیت از قدم‌های کوچیک اما پیوسته شروع میشه. اگه این ویدیو برات مفید بود، با لایک و نظر به من انگیزه بده. توی ویدیوی بعدی دقیقاً نشونت میدم چطور همین تلاش‌های کوچیک رو تبدیل کنی به عادت‌های غیرقابل شکست. پس حتماً آماده باش. قسمت بعدی نقطه شروع واقعی تو هست. خوشحال میشم همراه من باشی.